نصرالله جنایدوف ساکن 43 ساله نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تاجیکستان که در روسیه تاکسی میراند و 4 ماه پیش با دعوتنامه از طریق کمیسریت غربی به صف ارتش روسیه جلب شده بود در اوکراین کشته شده است. به نزدیکانش گفتند او روز 2 نوامبر سال 2023 در حدود ولایت دنیسک یک جبهه اساسی جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. یکی از نزدیکان نصرالله جنایدوف به شرط نبردن نامش روز 23 نوامبر به رادیوی آزادی گفت که او یگان 25 سال قبل شهروند روسیه شده بود. او گفته است روز 15 نوامبر از کمیسریت غربی به آنها زنگ زده خبر دادند که نصرالله جنایدوف قهرمانانه هلاک شد. درباره چگونه کشته شدن او به نزدیکانش یگان تفصیلات دیگر ندادند. به گفته این خویشاوند نصرالله جنایدوف، نصرالله از طریق ضمیمه یاندکس تاکسی کار میکرد. به او دعوتنامه آمد، گفتند اگر جنگ نروی حبست میکنیم. مجبور شد رفت، هرچند نمیخواست. نزدیکان نصرالله جنایدوف حالا برای انتقال جسد او به تاجیکستان آمادگی میبینند. مقامات روس به آنها وعده دادند که به 3 فرزندش از 2 همسر کمک پولی خواهند داد. در گذشته زادگان و حتی شهروندان تاجیکستان را با چنین وعده ها به جنگ جلب کرده بودند، ولی معلوم نیست که آیا پس از مرگ آنها به نزدیکانشان کمک های دادند یا نه. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 21 ماه گذشته از آغاز این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند، از هر دو طرف 10,000 نفر کشته شده، تقریباً 500,000 آدم زخمی شدند.